متوجه این قضیه شدین که زندگی شتابش چقدر زیاد شده؟ چشم هم میزنیم، نه اینکه قبلا هم چشم هم میزنیم روز تموم میشد، هفته تموم، الان چشم هم میزنیم میگه عیده ای بابا عید قبلی هنوز عید سال شروع نشده انگار، عید 2 ماه دیگه مثل باد میگذره. بلنشی بریم یه دهی، یه روستا، یه جایی که یه جای پرتیه، تکنولوژی نیست. اینجا وقتی شبا میخوابین خوابتون نمیبره، سبک میخوابین. صبح که میخواین بلنشین بدن خسته است، نمیتونین بلنشین، از جا کنده نمیشین. خواب سبک عمیق نمیشین، مثل پر میخوابین، مثل سنگ بلند میشین، نمیتونین پاشین. بعد میرین توی دهی روستایی جایی چشم میبندین، تخت میخوابین، مثل سنگ میخوابین. صبح قبل از طلوع مثل پر بلند میشین، بعد از قبل طلوع بلند میشین، میرین باغای بغل رو میگردین، اون باغای اون پشتی رو میگردین، میاین، بعد میراب میاد، آب بیاد، با بیل بیاد آبو درست کنه تا نون آماده شه، صبحونه حاضر شه، میرین صبحونه میخورین. یعنی 3 روز زندگی میکنین، ساعت شده 8:30 صبح. شما میبینید چقدر عجیبه اینجا، چرا زمان اینجوری میگذره، زمان یه جور دیگه میگذره اینجا.